الله که او را کور کرده نمیدانه. قرآن برای ما توصیه را میکنه والمسکین و ابن السبیل. او کسی که بچه راست مسافر آمده آبرومند انسان است، آلی کلینر جاغیش پاره میکنه ده موتر که بالا شا که پرتو، او بیچاره ده پیش روی مردم هم گفته نمیتونه که ندارم. اگر بگویه که والا پیشم نیست میگه تا شد. چی بکنه؟ ده اینطور مردم از حال اینطور مردم آبرو و عزتش خریداری کن. قرآن اینطور کسا را حاجتمندا را ذکر کرده یا بی حاجتها را بگویه. کسایی که ده صندلی نشسته ده پالی بخاری لقمه کلا نشام بگوی برش میرسه خیرات سری از یا میشه. خبیش این هدایت قرآن است و این کاری از یا. الله چی میگه؟ ذالک خیر للذین خوی کارا بهتر برای کیست؟ هر کس خونه. ذالک ای دادن مال حقی صاحب رشته و صاحب قرابت تا پرسی کردن از حالشان خبر شدن، به مسکین حق دادن، به مسافر حق دادن. دین روز برای ما کسی قصه کرد که در غزنی در درانی 6-7 نفر در یک موتر یخ زده هلاک شدن. اوتلی هم دروازه را میگه واز نمیکرد و مردم هم، چرا که مردم خو میترسه که کدام چیزی نباشه. خلاص یخ فرا گرفت و کل گیره چی کرد؟ هلاک کرد. و ابن السبیل اینمی را میگه که مسافر تو جای ندادی دمی یخی خب بیرون هلاک میشه دیگه، هلاک میشه. خو این کار هر کس نمیکنه. ذالک ای دادن مال صاحب قرابت، برای مسکین، برای مسافر، خیر بهتر است للذین برای کسانی که یریدون اراده داره وجه الله رضای الله را، هیچ چیزی دیگر نمیخواد، توجه الله را به خود میخواد، هیچ چیزی دیگر فرمان الله را بجا میکنه. میگه کس آگاه نشوه فلانی خان نام برده نشوه، خان گفته نشوه. اینی را مردم میگه. از امو خاطر این مردم اینطور کار کرده نمیتونه قطعا نمیتونه تا که دو خودنمایی نباشه. قرآن میگه، ما نمیگیم، قرآن میگه کی کار هر کس نمیتونه. اون مردم میتونه که فقط ارادش رضامندی الله تبارک و تعالی است. فاولئک هم المفلحون، اینمی مردم است رستگار. فلاح چی را میگه؟ که انسان بدون محنت تکلیف نبینه و همه مقاصدش حاصل شده باشه. این در یک صورت برآورده میشه که اولا در جنت داخل شوی. فلاح وقتی میشه که سوال و جواب هم قطع صورت نگیره، مناقشه شوه امرایت، بلکه اول در جنت داخل شوی. و ما آتیتم من ربا، آن چیزی را که شما میدید، من ربا از سوده، از آن چیزی که سبب زیادی میدانه. دو توجیه در این آیت میکنیم. الله تبارک و تعالی مقایسه میکنه. یکی دادن برای رضای الله است، به فرمان الله است. یکی دادن برای عزیزت که تو برای خود چیزی را کمایی میکنی یا مدح مردمه، یعنی که نه مال اضافه شود. از او خاطر این آیت بعضی مفسرین مقایسه سود به امرای زکات میکنه که یکیش به خاطر رضامندی الله است و یکیش به خاطر زیاد کردن پولی خود است. الله میگه و ما آتیتم آن چیزی را که شما میدید من ربن، از پولی که توسط از او زیادت میخواه، لیربو فی اموال الناس، که افزونی کنه زیاد شوه، فی اموال الناس در مالای مردم، فلا یربو عند الله، زیاد نمیشه به نزد الله تبارک و تعالی. معاملای سودی را که شما میکنه، اگرچه شما اراده داره که قطعی از این مال ما اضافه شوه، الله میگه که نه، به نزد الله زیاد نمیشه. در این صورت مقایسه در بین سود و زکات است. و از او خاطر پشتی سرش میگه و ما آتیتم من زکات، آن چیزی را که شما میده از زکات، یعنی حصه مقرره که الله امر کرده که را بکشه، تریدون وجه الله، که اراده داره فقط رضامندی الله را، فاولئک هم المضعفون، این همی مردم ها صاحب چیستن؟ مضاعفه، یعنی صاحب زیاد شدن هستند که الله مالشان اضافه میکنه، برکت در مالش بندازه. این مال خراب نمیشه، این مال غم برات کش نمیکنه، این مال در این طور جای به دردت میخوره که در بیت الله تو را میرسانه، به حج مبرور تو را بگوی میرسانه. این مال اون طور مال میشه. خب مالی که از سود گرفتی سعی کو که بچه تا مرض سرطان میگیره، گاهی در هند بدوان شه او گاهی در کجا؟ در آلمان. آن ازم جور نمیشه. با سعی کو که اختطاف صورت گرفت، یک دزدات را برد، با سعی کو که در کدام
چیستا فیصله حکومت برابر شوی با سیکو که انواع حوادث سرت بیاید و از این مال تو خیر نبینی. در این صورت چون سود در مدینه منوره حرمتش آمده، اینجا مقدمه است الله بیان میکنه که تا که در ذهن مردم این گپ بشینه که سود فایده نداره. از او خاطر مسئله آرام بودن و نه آرام بودن اینجا ذکر نکده، تنها گفته به نزد الله زیاد نمیشه. دوم توجیه، و ما آتیتم آن چیزی را که شما میده من ربن، از او هدیه، از او بخششی که میخواه که زیاد شوه، لیربو فی اموال الناس، که او زیادت فزونی حاصل کنه در مال مردم. عطیه و بخشش میده که در مال مردم بری تو زیاد شوه. فلا یربو عند الله، ای زیاد نمیشه به نزد الله تبارک و تعالی. آجی صاحب روان است، آجی صاحب است دیگه. خب چی میکنی؟ گوسفند آلی سعی میکنی آلی در جناب آجی صاحب میبری. چرا میبری؟ راستی تا بگو. کمک میکنی. اگر کمک میکنی خب آجی صاحب است، تو خیلی زیاد نیاز به کمک داری. غریب آدم هستی، اولاد دید در 4 ماه هم گوشت گوسفند بچه شم ندیده، میوه خویش نمیشناسه، کالا را خو میبینی جنده جنده، پای پوشش کنده کنده. قاعده بغدادیش کنه از 10 ساله ورق شده، نوشتیش بیخی خط زده شده. خب لیکن آجی صاحب چرا میبری؟ آجی صاحب دیگه وقت باز ازی کده زیاد برام میاره، ازی کده زیاد. ایره سوغات میگه. این سوغاتایی که به این نیت برده میشه که بان او باز برای ما سوغاتی زیادتر بیاره، چرا او خود آدمی مالدار است، او خود اینی چیزا را داره. الله میگه به نزد الله زیاد نمیشه. شما این نیت و اراده را کرده اما به نزد الله زیادت نداره. چرا؟ او مستغنی آدم بود توی کار کردی. هدیه و بخشش یا سوغات با این نیت بردن که تو توقع از او نداری که پس بری تو چیزی بده. این بالکل درست است. پیغمبر علیه السلام مردمای بادیه نشین برش یک نفر صحابی از چیزای بادیه برش می آورد، باز پیغمبر علیه السلام از چیزای شهر برش چی میکرد؟ پس عوض و بدل میداد. اگر اینجا تو زیادت هم برش بدی، خود نیت و اراده از او آدم نیست که کسی برای ما زیاد بده. او میگه ما در وطن هستم، زردالوی فراوان دارم، انگوری فراوان، یک کریت میگیرم دوستم است میبرم. و از اینجا تو میگی که او خود اونجا زندگی میکنه، نه کیک داره نه کلچه. از اینجا از یک کیک فروشی یک بوله کیک برش گرفتی برش دادی. این منع نیسته. چیز تحابو. یکی با دیگه چی بکنی؟ حبه کنی که محبت زیاد شوه و این محبت زیاد هم میشه توسط ازی. خو لیکن نیت و اراده نداشته باشی که در مقابل برای و این وقت میشه که تو تکلف نکنی. چیزی تر امونجا داری، باغدار هستی نه، کریتا گرفتی آوردی، دهی طور عطیه ها و بخشش ها تکلف میشه. خودت مال نداری، میری مال میخری و میبری در جناب حاجی صاحب، در جناب ببریم شه. کجا ببریم شه؟ آلی خوب ببینه، آلی خوب ببینه. شما خبر داری؟ فلانی خان وزیر شد، رئیس شد. الله قوما جنابا جمع میشه، جناب گل میگیره، جناب مال چاکلیت میگیره، او جناب پیش میکنه. تو را به الله قسم که امینیت نداری که سبا باز سرش صدا میکنن که فلان کارم در فلان جای بند مانده. چطور میشه؟ رشوت چی را میگه؟ رشوت خوشاخ نداره. خب با تاسف علمای برجسته اما مردمای متقی ما در این کارا چی است؟ شریکو. الحمدلله نرفتیم فضل الله تبارک و تعالی. دوستی بزرگ ما تا پارلمان هم رسیده. این جدا گپ است که ما در اون مورد مبارکی بگویم یا نگویم، او جدا مسئله است. خبرش نرفتیم هم که الا تو اینطور بکن. اگر کدام وقت مشکل ما در یک جای برابر میشه، کسی اگر به خاطر رضای الله میکنه گزی میدان، اگر نمیکنه الله یارش. نمیکنیم الله ما را محتاج نسازه. دعا کنیم که الله ما را محتاج نسازه. خو آیت قرآن کریم برای ما موضوع را روشن کرد که اگر کسی اینمی طور سوغاتا را میبره و این نیت داره، الله میگه فلا یربو عند الله، زیاد نمیشه به نزد الله تبارک و تعالی. و ما آتیتم من زکات، آن چیزی را که شما میده از زکات، یعنی چیزی را که حصه‌ای را که الله مقرر کرده و شما او را میده، تریدون وجه الله، که اراده داری رضامندی الله را، یعنی توجه الله را به خود میخواهی که الله برای ما ثواب بده.
فاولئک این میتور مردم ها هم المضعفون، این مردم ها صاحبان چیستند؟ اجر زیاد هستند. فاولئک، الله تبارک و تعالی میگه هم المضعفون، اینمی مردم هاست صاحب اجر زیاد. زیاد کننده مانا نمیده اینجا فاعل، این فاعل زوکزاست. تامر صاحب تمر میگه، لابن صاحب لبن میگه، صاحب شیر. اینجا مضعف صاحب اجر زیاد. اجر زیاد چقدر؟ چند الله برش میده، اینی را میگه زیاد. اگر مانای فاعلا بگیریم کدام غلطی نداره. فاولئک اینمی مردم ها هم الامی مردم ها مضعفون، زیاد کننده اجر خود است، اجر خود زیاد کرده است. الله الذی، الله ذاتی است، خلقکم که شما را پیدا کرده، ثم رزقکم. تا آلی را موضوع در این مورد بیان شد که طبیعت انسانی چطور است، حرکتش برای چی است. محور تمام معاملاتش باید الله تبارک و تعالی باشه. و الله را اینمی را توحید میگه که کل مسائل به دور چی بچرخه؟ رضامندی کی؟ الله. بندگی الله می مفهوم داره. بندی الله اینمی را میگه که کل کاروائی هایت خالص و خالص به خاطر رضای کی باشه؟ الله. آلی دلیل از این را تیر میکنه که چطور ما شکرگزاری الله، چطور فرمان الله را قبول نکنیم. الله الذی، الله خوزاتی است، خلقکم که شما را پیدا کرده، ثم رزقکم بعد از شما را روزی داده، ثم یمیتکم باز شما را میمیرانه، ثم یحییکم باز دوباره به زندگی ابدی شما را زنده میکنه. کل اختیارات و تصرفات یا انقلاب زندگی دنیوی و اخروی ما در اختیار کیست؟ خیر کی لایق عبادت است؟ چرا مشکل خدا به کسی دیگه پیش کنیم؟ چرا حاجت خدا از کسی دیگه بخواهیم؟ آیا عقل میپذیره؟ کلا قطعا نه. از خاطر الله میگه هل من شرکائکم، آیا است از او کسانانی که شما گمانی شریک بودن نداره. شرکای تو نیست که واقعا شریک است، شما گمان داره که یا امرای الله شریک است در علم، در تصرف، در اولاد دادن، در غم دور کردن، در حاجت پوره کردن. مثل که آل مسلمانای ما در حق اولیاء و قبرا امی عقیده را داره. الله میگه بیار هست از جمله کسانی که شما شریک میدانه، من کسی یفعلو که بکنه من ذالکم، از امی اموری که پیش ذکر شد. ما شما چی میکنیم؟ نه بنده که از آقا صاحب نبیاری این زنده باقی نمیمانه. نه کمری از ایره که آقا صاحب بسته نکنه این ساله نمیشه، گریانش جور نمیشه. باز چی میگن؟ اینطور گریان میکردی بچه که نوزاد که پرسان نکن. باز رفتیم از آقا صاحب یک بند آوردیم، باز چی میگه؟ گوشی شیطان کرد چپی چپی آشت، آرام آرامشت. عجیب گپ هسته. خوب است. همونطور کنه باز بعد از او در پیش الله رفته نیسته. الله از پیشتان سوال بکنه این کتاب الله سر شما حجت است. باز میگه سبحانه، پاکیست برای الله از هر نوع شریک. چرا؟ وقتی که الله پیدا میکرد مخلوق کس بود؟ نه ولی بود نه پیغمبر بود، هیچ کدامش نبود. الله نه ملک بود نه جن بود نه انس. و الله مخلوق پیدا کرد. در او زمان به کسی نیاز داشت، بعد از او نیاز داره؟ خب سبحانه، پاکی برای یک الله تبارک و تعالی است از هر نوع نقص و شرک و عیب. و تعالی بلند و بالاست از اینکه وزیر داشته باشه، مشاور داشته باشه، معاون داشته باشه. اما از آن چیزی که مردم یشرکون شریک میسازن با امرای الله در علم یا در تصرف یا در عبادت یا در همه چیزا. ظهر الفساد فی البر والبحر، نه ظاهر شده فساد فی البر در خشکه و البحر در بحر، بما بسبب آن چیزی که کسبت اید الناس به عمل آورده دستای مردم. چرا اینطور کار شده؟ لیذیقهم، نتیجه ازی است که بچشانه الله تبارک و تعالی بعد الذی، بعضی از او اعمال را، نتیجه بعضی اعمال را عملو که انجام دادن. کل نتیجه عمل الله در دنیا نمیده، اگر بده خود کلگی هلاک میشه. بعضی عمله لعلهم یرجعون، هدفش چیسته؟ که مردم یک دفعه متوجه شه، باز بگرده از امو گناه خود. قرآن خود گفت که ظهر الفساد فی البر والبحر. بزرگترین فساد چی را میگه؟ محبت از بین رفتن، امن از بین رفتن، اعتماد از بین رفتن، تصمیم گیری که یکی با دیگه میکنه، معاونت و مساعدت ای از بین رفتن. یعنی برکت
از بین رفتن. اینی ظهور فساد است. امروز میبینیم ابی حالات کل مردم فرا گرفته. اما تو است یا نیست؟ خود چرا؟ هم در بر امی فساد است، هم در بحر. مفسرین ذکر میکنه که بزرگترین فساد نه آمدن چی است؟ باران. در موقعش باران نمیشه او در موقعش برف نمیشه. در این طور وقتی میشه که هیچ به دردت نمیخوره. در این طور موقع میشه برکت الله میگیره، خود به خود فساد در روی زمین پیدا میشه. چرا؟ قحطی میه، نظام میه، مردم در تکلیف واقع میشه، ضرورت به هجرت ها پیدا میکنه، بیخانه میشن، در چیزی کم در بین خود نظام میکنه. اینه فساد ظاهر شده. ام در بحر چطور؟ در بحر فساد چطور ظاهر شده؟ بارانی که از بالا میاد او بسیار تاثیر در خود بحر هم داره. اینمی باران اکسیژن در حیواناتی که در بحر است برشان میرسانه. صدفایی که مروارید تولید میکنه توسط قطره های باران است. تحقیقات جدید ساینس آنقدر فایده های باران اثر بحر ذکر میکنه که هیچ برسان نه. در اونجا وقتی که باران نشوه اینمی مشکلات ها پیدا میشه. خود چرا؟ بما کسبت اید الناس، به سببی عمل کردی دستای مردم به دست خودی کار کرده. یعنی این عمل کردی دست ما شما میگیم نتیجه دست خودشان است. خودشانی نمی بره به بار آورده. پس متوجه شوه که وقتی الله تبارک و تعالی عذاب خدا میچشانه، این هم چشیدن است و از کلی اعمال نیست و هم به منزله چیسته؟ دون العذاب الاکبری، پشتی سر میاد، کم از عذاب بزرگ. به این خاطر که ما رجوع بکنیم به حقیقت که ما چی گناه های داریم، آلی و گناه ها را انجام ندهیم، متوجه اعمال خود شویم. اما تو رام شد الله. افغانستان امن و امان بود، خب آرامی بود، یک قدر فراوانی بود که پرسان نکو. میوه در افغانستان بوی میگرفت، همینطور بود یا نه؟ غله به اندازه ارزان بود که هیچ پرسان نکو، به هیچ چیز نیاز نداشتیم. لیکن حالات خراب شد، مردم دین اعلا کرد. بگوی تمام مسجدها بیران شد، امام داشت دیده نمیشد. کدام آخوند از کجا پیدا میکرد که 3 سوره آخری قرآن یاد داشته باشه؟ امو امام بود. درس قرآن به چشم دیده نمیشد. تفسیر خو همینطور ترجمه ها را شما دیده بودی؟ کلا قطعا نبود. خلاص روز به روز مردم بنده مادیات شد و عیش و عشرت شد. فقط تویا که گرفته میشد چند شوا بود، میگه فلانی 7 شوانه روز برای بچه خود توی کرد، سازنده بود، رقص میکرد، مردم برش نشسته بود. فکرتان است یا نه؟ ما در مکتب بودم صنف نوعی چی بود؟ حکومت کمونیستی. دو فرصتی کمونیستا چی میکردن؟ محفلا میگرفتن به نام کانسرت چی بود؟ امیر رقاصا و اینمی مردمای نعوذ بالله عیاشا می آورد و اونجا دخترها را می رقصان، مردم برش جمع شده بود. دمو لیسه که ما بودیم یک مرتبه همیطور عمل شد، شما باور بالله بکنی، از هزاران نفر که یک صحن مکتب مکمل همیطور میدان همیطور پر بود و اونجا رقص و بازی شروع بود. در لب دریا 3 نفر نماز خواندیم. ما خودم تا شدیم امرای 2 نفر صفحه دیگر را دیدیم که وضو کرده. ما رفتیم اونجا، یک مسجد خرد بود که واقعیت براتان بگم سری پلالش نقشی چی ما میشیشت روی ما از دستی ما. در اونجا نماز خواندیم. امونجا ما دو وقت قدر زیاد چیام نبودم، در سالم نخوانده بودم. خود گفتم که نماز چرا خوانده نمیشه؟ این پیشیم تیر شد، دیگر شد. چی شد بگه؟ از صبح 8 بجه که این رقاصی شروع بود در دیگر و بعد از اون مردم تیر شدن و اینمی کارا شروع بود. اونو حالت آمده بود. ریش سفیدی ما، کلانی ما، کلگی ما امو طرف روان بود. الله چه حالت آورد؟ چطور حالت شد؟ رفت تا ای که ما و شما در پاکستان رفتیم تکلیفا را دیدیم، خو یک کمی احساس دین در ما پیدا شد یا نشد؟ همین برکت مدارس پاکستان بود که اونجا ما کم کم درس خواندیم. نبود، هیچ جای درس نبود. در افغانستان کجا بود؟ در کدام جای؟ امیالی نیسته با وصفی که امی قدر حالات بد ما مشاهده کردیم دیدیم. شما ببینید در یک جای درس قرآن و حدیث خود شما ببینید که خاص به خاطر رضای الله موجود باشه، پیدا کرده نمیتونی. نیسته. ملا را کس در مسجد نگاه نمیکنه که نان برش بده.
قرآن ترجمه کردن اگر شروع کردی کلی مردم در جانت میخیزونه، تبلیغات شروع میشه نمیمانته. این کلش عمل کرد و نتیجه دست خودی ماست. الله این تکلیفا را سر ما میاره. خب به این خاطر میاره که ما یک کمی بیدار شیم، لعلهم یرجعون، به خاطری که باز بگردن طرف الله تبارک و تعالی، در دین الله متوجه شود. تا که در خواب غفلت باشیم، دنیای کفر هر قسم مداخلات کرده. امروز تبلیغات نصرانیت شروع است، از تلویزیون و چینل ها هندویزم و چیستا بودیزم برای ما نشر شده رایسته، هیچ کس مقابلش نیست و نمیگه که چرا نشر میشه. این برای چی است؟ مردم خوش داره، زنگ میزنه که این برنامه را دیگه اضافه بساز. این مردم به نزد الله چی جواب داره؟ به الله تبارک و تعالی چی میگه؟ خودت مسلمان در یک جامعه که واقعا عزت و آبرویت بالکل برقرار بود، چرا تو بی عزتی را کش کده رویستی و او را خوش داری و او را دیگه امو مردمای برگردانندهش دیگه تمجید میکنی، دیگه او را خوش میسازی که بله خب برنامه است. اینمی حالات ماست. الله رحم بکنه.